إثبات صفة محبة الله سبحانه وتعالى. بسم الله. ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الله سبحانه وتعالى أولياء دوستان خود را دوست می‌دارد و اینچنین اولیای او سبحانه و تعالی او را دوست می‌دارند. الله تعالی با محمد صلی الله علیه و سلم خطاب نموده می‌فرماید: استعیذ بالله قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. ترجمه: ای پیامبر، بگو بر اینها اگر دعوی دوستداری الله را دارید پس پیروی من کنید و با ظاهر و باطنتان به من ایمان بیاورید تا او نیز شما را دوست بدارد و گناهانتان را بیامرزد که او سبحانه و تعالی بسیار آمرزنده و مهربان است. این آیت چنین می‌فرماید که شخصانی که دعوای محبت الله میکنند ولی از امر و نهی پیامبر صلی الله علیه و سلم پیروی نمیکنند، این گونه کسان در دعوای خود دروغگو هستند. ایمان می‌آوریم به اینکه الله سبحانه و تعالی دوست می‌دارد و دوست داشته می‌شود. الله سبحانه و تعالی دوستان خود را، اولیای خود را محبوب خود قرار داد و همچنین اولیای او سبحانه و تعالی الله را محبوب خود قرار دادند. پس محبت متبادل است. دلیل بر این الله سبحانه و تعالی فرمود: بگو ای محمد بر اینها اگر اینها فعلا دعوی محبت پروردگار را میکنند پیروی ایمان کنند در ظاهر و باطنشان. این آیت واضح و روشن دلالت بر آن میکند که الله سبحانه و تعالی دوستان خود را دوست می‌دارد. در اثبات محبت الله سبحانه و تعالی است، چگونه که الله فرمود در این آیت: این کنتم تحبون الله، اثبات نمودن دوست داشتن پروردگار. در قول الله یحببکم الله، الله شما را دوست می‌دارد، در اینجا اثبات نمودن محبت الله بر اولیاءش و دوستانش. و سلف این را آیتی محنه می‌نامند، یعنی آیت امتحان، چون این آیت بر قوم نازل شد که آنها دعوای محبت الله را نمودند. الله سبحانه و تعالی این را میزان محبت آنها قرار داد. اگر صادق هستند، راستگو هستند که الله را دوست می‌دارند، پس از رسول پیروی نمایند. چیز عظیمی است که دعوای محبت الله سبحانه و تعالی را نمودند. پس این شرف است. ولیکن جزا چی است؟ اگر شما فعلا دوست می‌دارید از او پیروی نمایید، از پیامبر پیروی نمایید. و شأن این نیست که تو الله را دوست بداری، به درستی که شأن این است که الله تو را دوست بدارد. اگر الله سبحانه و تعالی بنده اش را دوست داشت، ندا میکنه جبرائیل را، میگه: یه جبرائیل، من این بنده را دوست داشتم، دوستش بدار. جبرائیل به اهل آسمان ندا میکند و میگه که من فلانی را دوست داشتم، پس او را دوست بدارید. و اهل آسمان همگی او را دوست می‌دارند. سپس در زمین بر او قبول را گذاشته می شود. اهل زمین او را دوست می‌دارند، کلامش را قبول می‌کنند. ظاهر این آیه در بیان آن کسانی هست، در بیان مؤمنانی هست که الله را دوست می‌دارند، چون کفار اصلا پیامبر را دوست نمی‌دارند. در اینجا الله سبحانه و تعالی شرط چرا قرار داد؟ پیروی کردن از پیامبر صلی الله علیه و سلم، که در این شک نیست، تردید نیست. پس کسی که در ظاهر اگر که از دعوای محبت الله کرد، حتما در همه کار و رفتارش در ظاهر و در باطن از پیامبر صلی الله علیه و سلم پیروی میکند. این محبت حقیقی است، نه مجازی. و مردم در بیان محبت بر سه قسم تقسیم شدند. قسم اول گفتند که الله سبحانه و تعالی دوست می‌دارد و دوست داشته می‌شود. و دوم گفتند که الله دوست نمی‌دارد و دوست داشته نمی‌شود. و قسم سوم گفتند که الله را دوست می‌دارند و الله کسی را دوست نمی‌دارد. و قسم اول که الله دوست می‌دارد و دوست داشته می‌شود، در این شک نیست، تردید نیست. آیه را تلاوت کردیم
پس با دیگر آیات در سوره مائده الله سبحانه و تعالی میفرماید استعیذ بالله یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده اید، هر کی از شما از دینش بگذرد، پس به زودی الله سبحانه و تعالی مردم را بیاورد که آنها را دوست بدارد و آنها نیز او را دوست دارند. و هیچ نفر، هیچ کسی طعم محبت را نمیچشد مگر اینکه چنگ بزند به سبب آن، که سبب آن این اتباع و پیروی از رسول صلی الله علیه و سلم باشد. هر قدری که محبت بنده، پیروی بنده از پیامبر صلی الله علیه و سلم بیشتر باشد، همون قدر الله سبحانه و تعالی این بنده را بیشتر دوست می‌دارد و این بنده چیز دعوای حقیقیش را، محبت را به پروردگار نیکوتر بیان کرده است. در محبت الله سبحانه و تعالی انسان یک لذت خیلی عظیمی را در بدن خود حس می‌کند. قریب خودش را با پروردگارش نزدیک حس می‌کند. لذت عظیمی دارد. انسان با پروردگارش اونس میگیرد، خرسند میشود. یک نور در قلب او، در چهره او الله سبحانه و تعالی میافکند که مثال ندارد. و قسم دوم گفتند که الله دوست نمیدارد و دوست داشته نمیشود. این قول باطل است، اساسی ندارد. بر این قول بودن که دو چیز همدیگر مانند، به همدیگر مانند دوست می شود. مرد زن رو دوست می دارد، زن مرد رو دوست می دارد، یا که مرد مرد رو، یا که مرد زن رو، یا که مثلا که دو چیز مختلف، مثلا انسان نمی شود که شتر رو دوست می دارد یا که اگه حیوان رو دوست می دارد. همین خیلی عقلانی صحبت کردن، این که گپا همشون باطل و نااساس است. چون در این نص صریح است که الله سبحانه و تعالی اینو در آیه‌های محکمش بیان کرد و عقل در این دیگر جای ندارد. مادامی که نقل آمد، قرآن و سنت آمد، دیگر چیز عقل سر تعظیم فرود میارد. محبت الله سبحانه و تعالی متعلق بر شخص ها، به مانند متقی ها، به مانند احسانکارا، به مانند شخصانی با تقوا می باشد. اما اگر که بر اعمال باشد، متعلق بر اعمال باشد، چون که حدیث ابن مسعود است رضی الله عنه، ای العمل احب الی الله، کدام عمل محبوب در نزد الله است. عمل را الله سبحانه و تعالی دوست می‌دارد. یا که مکان، متعلق بر مکان هم هست. فإن احب بقاء الی الله سبحانه و تعالی مساجده، پس محبوب ترین مکان ها در روی زمین این مسجد های الله سبحانه و تعالی میباشند. پس الله سبحانه و تعالی وابسته بر محبت او بر اشخاص متقیا، احسانکاران، نیکوکاران دوست می‌دارد. وابسته بر اعمال باشد، الله سبحانه و تعالی دوست می‌دارد اعمال نیکو، اعمال خیر. وابسته بر مکان باشد، الله سبحانه و تعالی محبوب ترین مکان ها این مساجد الله سبحانه و تعالی میباشند. و قسمی سوم که گفتن که الله سبحانه و تعالی دوست داشته میشود، نه که الله کسی را دوست نمی‌دارد، پس این قول باطل نااساس است، چون این انکار و مخالف آیه های صریح و احادیث رسول صلی الله علیه و سلم میباشد. چون آنها این را تعویل کردند، محبت به معنای ثواب گرفتند. مدامی که الله سبحانه و تعالی این را اثبات کرده باشد در قرآن و رسول صلی الله علیه و این را اثبات نموده باشد، تمام امت برای این اتفاق باشد، پس در اینجا دیگر عقل جای ندارد. عقل را دیگر تسلیم فرمان الله سبحانه و تعالی می نماییم. محبت الله سبحانه و تعالی بر بنده‌اش این است که الله سبحانه و تعالی قلب او را منشرح می سازد در این دنیا. قلب او به سوی اسلام کشوده می شود، به سوی حق شده می شود، قلبش منور می گردد، در طاعت عبادت الله سبحانه و تعالی همیشه تلاش کننده است. این دلالت بر محبت الله سبحانه و تعالی نسبت بر بنده‌اش در این دنیا می کند. الله سبحانه و تعالی محبت حقیقی را در این آیه های ذکر شده اتباع و پیروی از رسول صلی الله علیه و سلم بیان کرد. اگر هر کس که فعلا الله را دوست می دارد، از پیامبر در تمام رفتار و گفتاری که دارد پیروی میکند. الله میفرماید که الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین شما برای شما کامل است. دیگر نیاز یگان چیزهای ناپیدا دیگر نیست، دیگر خلاص، دیگر دین کامل است. پس از پیامبر پیروی نمایید، الله شما را دوست می‌دارد. هر کس که اگر در دعواش صادق باشد، از پیامبر صلی الله علیه و سلم حتما پیروی خواهد کرد. اما آن کسانی که در دین الله سبحانه و تعالی نوآوری‌ها و بدعت‌ها را می‌آورند، اینها با این قول بر این آوردنشان، اگر این را بر شریعت اگر منسوب کردند، اگر این به شریعت منسوب نباشد، الله و رسول نگفته باشد، پس اینو چیز شریعت را
در شریعت چیزی رو زیادتی کردن که این الله و رسول الله اصلا بیان کردگی نیست. یعنی که یک تهمت رو بر الله و رسول الله زدند که این گفتن که چیز رسول الله صلی الله علیه و جاهل است اگر اینو پیامبر نگفته باشد. یعنی که اینها خود را داناتر گرفتند، آن چیز را بر رسول صلی الله علیه و منسوب کردند. و در دام آیات الله سبحانه و تعالی چی فرمود؟ فسوف یأتی الله بقوم یحبه و یحبونه. زود است که الله سبحانه و تعالی یک قوم رو میآورد که الله را دوست می‌دارد و آنها الله را دوست می‌دارند. این جواب شرط است. یعنی که اگر شما از دین الله روی آوردید، الله سبحانه و تعالی نیازی بر شما ندارد، غنی است، بر او ضرر نمی‌رسد چیزی، بلکه الله سبحانه و تعالی قوم رو میآورد که الله آنها را دوست می‌دارند و آنها الله را دوست می‌دارند. یحبه و یحبونه، اثبات محبت الله سبحانه و تعالی. چگونه که الله سبحانه و تعالی در سوره محمد می‌فرماید اگر شما از دین الله سبحانه و تعالی روی گردانیدید، پس الله قوم را غیر شما میآورد که آنها مثل شما نیستند. الله سبحانه و تعالی می‌فرماید والله یحب الصابرین، الله صبر کنندگان را دوست می‌دارد. صابرین، صبر کننده ها را الله سبحانه و تعالی دوست می‌دارند. کسانی که در قضا و قدر صبر میکنند، کسانی که در امر بر معروف و نهی از منکر در امرهای الله سبحانه و تعالی صبر و پیشه میکنند، کسانی که در راه الله سبحانه و تعالی تأمل مینمایند و در این راه صبر و پیشه خود مینمایند در آزار و اذیتی که بر بالای سر اینها میآید. مسئله خلیل عظیم‌تر است که حبیب. البته که خلیل این بالاترین مقام محبت است. ابراهیم خلیل الله سبحانه و تعالی ابراهیم را خلیل خود قرار داد. و چگونه که در مردم میگه که محمد حبیب الله، این خطا است، این ناقصی است. چون رسول صلی الله علیه و خود فرمودند که ان الله اتخذنی خلیلا، الله سبحانه و تعالی مرا خلیل خود قرار داد، چگونه که ابراهیم را خلیل خود قرار داد. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم خلیل الله است، ابراهیم علیه السلام خلیل الله است، به همین نفس قرآنی. الله سبحانه و تعالی می‌فرماید یحب المتقین والله یحب المتقین، الله متقیان را دوست می‌دارد، والله یحب الصابرین، الله صبر کننده ها را دوست می‌دارد. اما خلیل جز این دو نفر دیگر کسی بر این نام گذاشته نشده است، محمد و ابراهیم علیهما السلام. و جایز است که ما بگوییم که موسی خلیل الله، عیسی خلیل الله، نوح خلیل الله و غیر از اینها، چون با نص قرآنی و نص پیامبر صلی الله علیه و سلم فقط این دو نفر سزاوار خلیلی هستند. و الله فرمود استعیذ بالله و اقسطوا ان الله یحب المقسطین. ای مردم، با عدل باشید، با انصاف باشید، عادلانه باشید. به درستی که هر آینه الله سبحانه و تعالی شخصان عادل را دوست می‌دارد. در این آیه کریمه الله سبحانه و تعالی بر تمام بندگانش امر می‌نماید که ای مردم، شما در نفس‌های خودتون عدالت را پیشه کنید، در اهل و عائله خود عدالت را پیشه کنید، در معامله با خود و با دیگران عدل را پیشه نمایید، با تمام مردم. هنگامی که عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنهما خواستند که تمام شب را شب زنده‌داری نمایند و تمام روز را روزه بدارند، رسول صلی الله علیه و سلم بر او گشته گفت ان لنفسک علیک حقا، بدرست که نفس تو بر تو حق دارد. پس عدل در تمام چیز برای همگی واجب و حتمی است. از نفس خود انسان شروع میکند، از خانواده خود، بین مردم، بین اولاد، بین هر کسی که باشد مجتمع، بین حیوان ها و درنده ها و چرنده ها، عدل واجبی حتمی هر یک مشمویان است. الله میفرماید و احسنوا ان الله یحب المحسنین. ای مردم، احسان کاری نمایید، نیکوکاری نمایید، به درستی که الله سبحانه و تعالی نیکوکاران را دوست می‌دارد. در آیه اول الله سبحانه و تعالی ما را امر نمود که شما عدل کنید و در این آیه ما را گفت شما احسان کاری نمایید، چون احسان کاری این بالاترین مقام عدل است. از عدل مرتبهش خیلی بالا هست. ان الله یأمرکم بالعدل والاحسان. عدل گفت در جو، بعد دوم احسان. احسان بالاترین مقام عدل است. پس این احسان کاری که بالاترین مقام عدل باشد، باید این اول انسان با پروردگار خودش، با خالقش، دوم با تمام مخلوقان احسانکار و نیکوکار باشد. عبادت کنی پروردگار را همچنان که او را میبینی. اگر تو او را نمیبینی، حتما الله سبحانه و تعالی تو را میبیند.
میزان و ترازوی حقیقی این است که انسان با بندگان الله سبحانه و تعالی نیکوکار باشد، مال بر آنها هدیه کند، سخاوتمندی کند، بذل جهد نیکویی نماید، با بدن خود، با منزلت مکانت خود به هر چی که باشد با آنها معامله نیکو را بنماید. احسان کاری به مال باشد که اینکه کسی را زکات مال میدهی، صدقه میدهی، یگام هدیه میکنی، یگام کارهای خیر میکنی، نفقه میکنی، همه اینها. اما احسان بر بدن باشد کسی را در یگام عملهای نیکو دستگیری میکنی، متای آن را بر بالای بگیم که سوارش میگذاری و غیر از اینها. و همچنین آن مکانت منزلت وظیفه که الله سبحانه و تعالی به تو عطا کرده است، با این چیز با مردم نیکویی میکنی، آنها را دستگیری میکنی قدر توانی قدر امکاناتت، نه اینکه بر آنها ظلم و ستم کرده شود بلکه بر آنها نیکویی کرده می شود. پس این آیه های کریمه که تلاوت کرده شد این دلالت بر اثبات نمودن محبت الله سبحانه و تعالی بر بندش و بندش بر پروردگارش می باشد. این رو انسان با عقل، با هوش، با تمام جسمش این رو حس می کند، بنده ای که واقعا تسلیم فرمان الله سبحانه و تعالی باشد. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه.